سلام رفقا. اگه شما هم هنوز این کلت لژند برای مود گاندمو نگرفتید، امروز یه سری آموزش آوردم که حتما بگیرید. اولا که من رو گرفتم تموم شده. ببینید شما باید یه چیدمان درستی داشته باشید برای اینکه این مینی گاندوم استرایک رو کسا رو بزنید. ببین من پیشنهاد میکنم این که الان من خودم چیدم، این فول برست مود 60% اتش میده، این 60% اچ پی میده، نمیدونم ولی انگار شانس تو میبره بالا، نمیدونم. ولی خب این دوتایی که گذاشتم هم بذارید که این با این 4 تا چیدمان خیلی قوی میشه. منم کرکتر اینو گذاشتم ولی بهتره اینو بذارید، چون اگه خوب بچینید و شانس داشته باشید 2 ضرب میزنه، یعنی یه دونه میزنه دومی رو هم میکشه دیگه. حالا این از این. دوما الان برای اینکه بتونید مینی گاندو دشمن رو بکشید، اینجا که زده برام 18409 یه سریش پوینت و این چیزاست برای اینکه ببرید بالا، یعنی هرچی بالاتر باشه شانس بردنتون و قوی تر بودنتون بیشتر. الان من اتکینگ پاورم 84، اچ پیم 1272. در کل اینو ببرید بالا خیلی قوی تر میشید. الان دشمن من 23000، من 18ام، زیاد فاصله نداریم. الان این چیدمانی که کردم این الان آخرین نفری که کشتید. ببینید الان برای من دیدید یه ذره رفت خط دشمن، یه باگی داره. اگه این اتفاق افتاد نذارید بکشدتون، من رو بذاریدم اشکال نداره، ولی یه دور بیاید اینجوری بیرون، بعد دوباره برید مچو استارت کنید. حالا نگاه کنید، دید کل جونشو برد، یه دونه دیگه هم میزنه تاق تمام. میگم بعضی وقتا این اتفاق بیفته بیاید بیرون دوباره برید تو این تست کنید. شاید بعضی وقتا 1-2 بار میخواید این کارو بکنید، یه بار کنید نمیشه ولی 2 بار کنید اوکی میشه، بعضی وقتا هم یه بار. در کل این که این یکی از باگایی که میتونید استفاده کنید بود، یعنی بیشتر وقتا این اتفاق میفته، ضعیف نیستید. برای اینکه اون پوینت هم بره، اولا شما باید بیاید اینجا، یعنی یه سری راه داره. یکیش که همینجوری میرید تو گیم همینجور بازی میکنید میره بالا. یکی از روش های بهترش چرا بیرون، یکی از روش های بهترش این که بیاید اینجا این سکه هایی که میده، حالا همه راه که بشه گرفت، هرچی اینا رو بگیرید شما جون و پوینت و اینتون هم میره بالاتر. حالا من الان دیگه این کلتر رو گرفتم، اینجوری که میبینید هرچی بوده و نبوده رو گرفتم. یه اسکین اوربان ترکر خوشگلم میده که این خیلی خوبه، 2 تا کرکتر میده. بذار پیدا کنم، اینم یکی از کرکترهای دیگه است که اینم زیاد بد نیست. تو این جایزات ببینید این 2 تا این 200 که میده برای همون گردونه 4 تایی هست که کرکتر و گان لجند میده. این 2 تا رو جمع کنید، بعد 1-2 بار میده، یعنی 400 تا در جمع میگیرید. بعد من پیشنهاد میکنم همینجور جمع کنید. من الان تو یه اکانت دیگه هم لوکاس لژندر رو مجانی گرفتم، یعنی رفتم جمع کردم بعد 10 تایی زدم، شانسی دیگه گرفتم. شما هم سعی کنید جمع کنید 10 تایی بردارید بعد بزنید شانستون رو تست کنید. حالا من شانسی گرفتم. خب بریم سراغ ویدیو. چیزی زیاد نمونده ولی میگم اینا که گفتم بچینید و همه این کار رو که بکنید، بزنید و کلی از این سکه ها بگیرید تا بالاخره برسید به این کلته. دمتون گرم تا اینجا رو ویدیو دیدید. اگه خوشتون اومد لایک و ساب کنید، برید با این کلته عشقشو ببرید. فعلا.